توی این کافه بعد از 6 ماه من دارم اینجا کار میکنم. 6 ماه؟ 7 ماه 6 یا 7 6 یا 7 حالا کار کردن یاد گرفتم ماچاره. اونم بعد از اینکه عبدی منو سرکوب کرد. عبدی برگشت بهم گفت چی؟ 1 ساعت طول میکشه بخوای ماچا بزنی. با این اسمش چیه؟ این آسیابو داریم که ما اسمشو نمیدونیم چیه و از همه مهمتر ویکتوریا. بیاد سلام کنید بهش، عشق دلها. آموزش با آقا مرتضی خیلی خوبه چون سرکوبت نمیکنه، ولی اگه آقا عبدی بود اینجا الان چیکارمون میکرد؟ وای قهوه ریخت، چرا اینجوری کردی؟ وای اینو اینجوری نمیچرخونن. داری عبدی در میاری؟ آره واقعا ولی کل نباید میچرخونی. آره همینجوری میای تا وسط تموم. واقعا همین کارا رو میکنه عبدی. بخور تست کن. شما قبلا باریستا بودین؟ واقعا تا حالا چنین قهوه‌ای هیچکی به من نداده بود، حتی عبدی. نصیحت‌هایی از آقا مرتضی. هیچ وقت فکر نکنید میتونید از ما آیتم های یاد بگیرید و بعدش برید کافه بزنید، چون ما ماه به ماه، فصل به فصل، روز به روز آیتم ها رو تغییر میدیم. ما مدیرمون فقط میره خدمت برمیگرده که مردتر شه، راحت‌تر بتونه برگرده، راحت‌تر داد بزنه سر ما. سری اومده بود داد نزد. اونجا سرش داد میزنن فهمیده چه حسیه. آخه مگه این از عقده‌های بچگیش نبود که سر ما داد میزد؟ حالا برگرد عقده کن. میخوام هنرنماییامو نشونتون بدم. وای چقدر نور خوبه. اینو من کشیدم. اوج هنرم. ببخشید من رژیمم، چی میتونم بگیرم؟ اسنپ میتونیم بگیریم برید خونتون، خود تخفیف هم دارم.